سلام بچه، چطوری؟ من امیرحسین هستم از چنل امیر. اومدم با امیررضا دوستم چیز بازی کنیم، مایکرافت بازی کنیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم حتما بذارین. خوبم داشت. میگم شاید هم پارتاش بیشتر بشه. من اگه حمایت کنین، اگه بچهای گل حمایت کنین. اوکی بریم. Let's go. بچه اون قسمت هایی که یکم حوصله سربرنده است ما بهتون کات میکنیم. الان ببین ما اینجا رو کات میکنیم. آره یکم چون نت اینجا یکم ضعیفه. حیونا رو داریم میکشیم چون دیگه وقت ویدیو هم زیاد میشه، هم شما وقتتون گرفته میشه. آره حوصلتون سر میره. خب بچه ما اینجا دیگه استاپ میذاریم دیگه. دست زامبی هستن. آجی ویلیج پیدا کردیم، چه جالب. آجی ویلیج خرابه بابا، درد نمیخوره که برام هول کردی. اینا ویلیج های مناطق سیل زده است. مناطق محرومه. آره هیچ نه. بزن بعد آجی چه چیزا یکم برای من بذاره. اوکی چه چیزا که بعد یه دونه کلنگ آهنی پیدا کردیم. آجی کلنگ آهنی میدونی چرا ما رو جلو بندازه؟ چقدر غذا آجی پشمام. بردار هر چی هست تو بردار. بچه دمتون گرم، لایک هم کنید. این ویدیوها خیلی وقت روشون میذاریم. دمتون گرم. ما فعلا اینجا رو ماین کنیم و بیایم چون حوصله‌تون سر میره دیگه. بچه این چوب به ما بده. کرافتینگ تیبل. امیرحسین چوب بده من این چیزا رو بسازم. غذا رو جمع کردم. بذار این چیزا بذارم. بیا این چوب بذارم. دمت گرم. رفتم زیر زمین. اوکی برو زیر زمین، من این وسایل رو بسازم. باش تا امیرحسین داره ماین میکنه منم اینا رو بسازم. بچه‌ها که کلنگ نساختم. کلنگ نساختی؟ الان واسه نه خودم ساختم. اوکی دوتا تبرم که من میرم چوب جمع کنم آجی. تو برو چوب جمع کن، من میرم ماین. اوکی برو ماین کنم. باش بچه شما بگید ویدیو قبلم گفتم طرفدار کدوم تیمی؟ استقلال یا پرسپولیس؟ معلومه استقلال گنگه. امیرحسین یا استقلالیه؟ منم استقلالیم. حتما تو کامنت ها بگید. بریم این ویلیج رو ماین کنیم سریع. آجی اینجا هیچی نیست، تو صحرا. بدترین شانس رو داریم. واسه این ماینه دیگه تکراریه دیگه. ما اینا استوب میزنیم. یه چیزه پیداشون کردم. اونا اینا قلم رو میمونه بود. اونا که زیرشون بمب اینا اینجوری نیست که. بچه اگه بخواین کامنت رو بنویسین براتون چیز میکنم، آموزش هم میذارم اگه بخواین. حاجی بچه راستی آموزش اینا من ماینکرافتم جدیدم میذارم تو چنلم. جدیدم ماینکرافتم میذارم. تو کامنت بگید بیشتر فیفا برم یا ماینکرافت یا چیز کالا. من خودم کالاف از همه بیشتر دوست دارم ولی اینا رو میرم تنوع باشه دیگه. بچه اگه بخوام منم ماینکرافت دارم، بعضی موقع کالا فارسی هم میذارم. من امیرحسین هر روز که نه تو یه هفته حداقل یه دونه ویدیو با هم میذاریم. اگه حمایت شه چون واقعا خیلی سخته. الان من یه نفر رو میشناسم خارجیه. یه روزه کانالش برم چقدر شد؟ یه روزه کانالش 500 تا ساب گرفت. من یه هفته داشتم فعالیت میکنم 15 تا مشترک 14 تا. بچه خلاصه حمایت کنید. واقعا سخته این ویدیو رو درست کردم. همین ویدیو رو 150 مگابایت باید یه شب تا صبح بذاری. یوتیوب باید با فیلتر شکن بریدی. یکم اینجا ماین کنم. بعد اگه تو دوست دارید مثلا کات هی نخوره بگید تو کامنت ها. اینجوری من الان هی اینجوری کات میزنم چون وقت ویدیو هم زیاد میشه. آره بچه یکم سربر میشه. همین بخواب یکم خیلی سخت آپلود کردم برای چیز. آره اینم هست. شمشیرم بسازیم کلنگه. بخواب اوکی ما بریم بخواب. شب اول تمام شد.
دوم شده. آره بچه روز دوم. و این ویدیو 5 دقیقه یه آره. 4 دقیقه یه 30 ثانیه دیگه ویدیو تمام میشه. حمایتچی بیشتر هم میشه. آره بچه تو کامنت بنویسین دیگه چقدر دوست دارید. آره دیگه. الان 20 ثانیه دیگه تمام میشه. ما از اینجا دیگه بس کنیم بازی رو. بچه تا یه ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. مخلصتون کات. خداحافظ. خدافظ. قشنگ